شورایی که روی تار موهاته. این توسه ها باعث میشه که اکسیژن به پیازمون نرسه، بیفته. کف سرت باید کامل سلام، در خدمت مراجعه کننده عزیز هستیم. کف سرشون رو اسکراب اسکالپ میخوایم انجام بدیم. با آنالیزی که کردیم شوره ها، پوسته هایی که تو کف سرشون دیدیم مناسب پوست سرشون انجام میشه. خب ریشه گیری کراتین هم میخوان انجام بدن. ساقه هاشون صافه و نیاز به شارژ نداره، نخواستن و میخوان فقط کار ریشه رو، صافی ریشه رو انجام بدیم. من کف سرتو بهت نشون میدم. یه دونه شروع دنبالی مثلا اینجا اینجاست. یه خورده باز میبینی التهاب داره به خاطر اینکه تمیز شده. میبینی؟ قشنگ اون شورایی که دور سرت، اون تارای موهات بود کلا پاک شده به این جلوتره. میبینی همه رو کامل و یه جلسه همین هم تمیز شده. بازم مفصلی مراقبت خودت داره، مثل میکروسکوپ دیگه، درسته؟ فاصله هاش این که خیلی من تصویره حالا اینجا شاید سر فرق بوده. بعضی جاها خب معمولا تراکم موها بیشتره دیگه. الان مثلا اینجا بذارم گفتی؟ فکر می‌کنی اینجا کم پشت‌تر موها. اتمام کار صافی‌های موهای مراجعه کننده عزیز براشون کار ریشه گیری کراتین و اسکراب اسکالپ کف سر رو انجام دادیم و نتیجه بعد از شستشوی مبارکشون باشه.